با سلام خدمت حضار عزیز، خانم‌ها آقایون. بسیار مفتخرم که خودم رو امروز در این جمع می‌بینم، در یک رویداد تاریخی و برهه‌ای تاریخی از حیات ایران و ایرانی. من به عنوان دبیر کارگروه مسئله تبعیض ملی در ایران اینجا در خدمت شما هستم. ممکن است در حدی تم سخنان من با دوستانی که اینجا اومدند و اظهار سخنرانی کردن یکم فرق داشته باشه، اما به هر حال بیشتر من تکیه میکنم رو معرفی کار خودم و کارگروهی که به این مسئله معین اختصاص پیدا کرد. استراتژی شورای مدیریت گذار سعی میکنم در همون قالب در مورد تبعیض ملی در ایران صحبت کنم. رژیم‌های متوالی حاکم در ایران در 90 سال گذشته با نگاه و سیاستی آپارتایدی و تبعیض‌آمیز موقعیت پایین‌تری را از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به ساکنان و اتباع ملیت‌ها و اقوام گوناگون در پهنه چند فرهنگی کشور ایران بخشیدند. باید از آن داشت ایران از ملیت‌ها و اقوام مختلف تشکیل شده است که مجموعاً همگی ما ملت ایران را تشکیل می‌دهیم. سالها پیش در دهه‌های 50 و 60 میلادی بسیاری از کشورهای استعمارگر بخش قابل توجهی از اختیارات خود را به مستعمرات خود تفویض کردند. چگونه می شود در یک کشور و در یک واحد جغرافیایی شاهد بی‌حقوقی و بی اقتداری مردمانی با زبان و فرهنگ‌های گوناگون بود که بیش از نیمی از جمعیت را در این کشور تشکیل می‌دهند؟ ایده قدرت متمرکز سیاسی در یک کشور، آن هم در چند ملیتی ترین کشور خاورمیانه، موضوعیت تاریخی خود را از دست داده است. ساکنان مناطقی که سالهای سال تبعیض‌وار حق ارتقا به مقامات مملکتی را نداشتند، در مدیریت و اقتصاد که از مبانی اداره جامعه مدرن است جایی را حائز نشدند، در توسعه و عمران و سرمایه گذاری کمترین فرصتها را در دست دارند، در پذیرش دانشگاهی و تحصیلات عالیه به سبب رویکردی امنیتی کمترین آمار از گزینش و شرکت را دارا هستند، اما در پر کردن سلولهای زندان و شکنجهگاه‌های رژیم سهم اعظمی دارند. پیامدها و عواقب دیرینه ستم ملی و نیز نیل به مشارکت همگانی به عقیده ما و به شهادت تاریخ، نهادها و مجالس محلی را که به درست در اسناد شورای مدیریت گذار از آن سخن رفته است، ارگانهای مدیریت محلی هستند که تقسیم قدرت را به طور متوازن در میان مردمان این سرزمین‌ها سازمان می‌دهد و درجه بالایی از دخالت در سرنوشت خود را فراهم کرده و از جوانب تبعیض‌آمیز و موقعیت درجه دوم آنها می‌کاهد و نهایتاً رابطه حکومت و مردم را به هم نزدیکتر می‌کند. بخش وسیعی از کشورهای در دنیا از این سیستم بهره می‌جویند که مشکلی را نه برای حکومت در مرکز و نه مردمان مناطق مختلف سبب نگشتند، بلکه موارد تاریخی بسیاری نشان می‌دهد که در این کشورها گونه‌ها و فرهنگ‌های غیر همواره همزیستی مسالمت‌آمیز را بر جدایی ترجیح دادند. باید بگویم سیاست عدم تمرکز در کشورهای مختلف فلسفه خاص خود را دارد. در ایران بدون شک از نظر ما ابزاری است نه برای تفرقه و جدایی، بلکه برای حفظ وحدت ملی. ممنوعیت آموزش به زبان مادری
که یکی دیگر از جلوه‌های تبعیض‌آمیز ستم ملی در کشور ایران است، در قرن 21 نقیصه بزرگی است که نه تنها در آموزش بلکه در سیاست و اجتماع و نیز در روان و رفتار قربانیان این امر ناهنجاری‌هایی ایجاد می‌کند و در تمام مراحل زندگی اجتماعی پذیرش موقعیت پایین‌تر را به این گروه تحمیل می‌کند. عدم دسترسی به آموزش به زبان مادری یک خواست اولیه انسانی در جوامع متمدن دنیاست که متاسفانه در کشور ایران درخواستش با سرکوب و تبعات محرومیت زای اجتماعی و بگیر و ببندهای زیادی مواجه است. پایمال کردن حق اولیه و اجتناب ناپذیر دموکراتیکی است که در طول زمان به جنوساید فرهنگی انجام میده است. مشاهده می‌کنیم حتی در کشورهای متمدن میزبان ما تبعیدیان زنده نگه داشتن زبان مادری امر قابل توجهی است و برایش بودجه و نیرو صرف می‌کنند تا به ارزش‌های فرهنگی ما بی‌قدری نشده باشد و کودکانمان با همه پیامدهای روانی و اجتماعی این کمبود در جوامع غیر بومی مواجه نشوند. متاسفانه سخن از این تفاوت‌ها و تبعیضات در نگاه و افکار عمومی و اسف‌انگیزتر از همه در تلقی روشنفکران و بخشی از سیاسیون ایرانی که مدعی پیروی از داده‌های جهانی حقوق بشری هم هستند به تابوی امنیتی بدل شده است که تجسس و پیگیری در مورد آن ابداً مصلحت نیست و مرتباً ما فعالین کسب حقوق ملی در ایران قبل از اینکه فرصتی یافته تا از خواسته‌های حقوق بشری خود بنویسیم و بگوییم پیشتر با برچسب و انگ شناخته شده تجزیه طلبی از هر نوع بحث و جدل متمدنانه در روشنگری این مسائل در مقابلمان حاضر می شود. این خوانش و در موارد این یورش بی اساس آنچنان به نرم مأمور دیالوگ و ترویج بدل گشته است که همواره ما را به ناگزیر و طرف مقابل را عمدن از اصل موضوع و انسان مداری اندیشمان دور نگه می دارد و نتیجه یک بحث واقعی اجتماعی و راه حل پذیر متاسفانه در دو طرف ماجرا را بدون پیشروی در این مسئله بغرنج همچنان به ناحق در موقعیت مدعی و متهم قرار می دهد و عاملان و تولید کنندگان این تفکر تفرقه افکنانه و خصمانه را خوشنود از این وضع. از این هم فراتر در بسیاری موارد به محض شکل‌گیری نهادی که در آن چهره‌های فعال اتنیکی همکاری می‌کنند کلیت تشکل مربوطه را همواره زیر سؤال می‌برند و در مورد اتهام پرخاشگری قرار می‌دهند و به آن با دیده بی‌اعتمادی می‌نگرند، در حالی که در هر کجای دیگر دنیا شکل‌گیری این چنین ارگانیزاسیون‌های چتر مانند از هر تیره و تباری مایه خوشنودی است و تمایل و اعتماد را برای یک کار جدی اثرگذار بیشتر می‌کند، نه اینکه با شکاکیت و شایعه پردازی‌های بی اساس مانع تراش راه پیشروی شوند. متاسفانه این روزها شورای نوبنیاد مدیریت گذار هم از این پرخاش و تهمت‌ها و اعلام عدم همکاری‌ها گویا به سبب همصدایی و مشارکت ما فعالین و سخنگویان ستم ملی با این تشکل از زیر ضرب این تهمت‌ها و شایعات در امان نمانده است تا جایی که بودن ما را در این همکاری با شورا بر نتابید و آن را دلیلی برای کار نکردن و دوری جستن خود و نپیوستنشان به این تشکل اعلام کردند. در این حالت دیگربار کوشندگان غیر فارس زبان پاشنه آشیل وحدت و ادامه کاری اپوزیسیون مورد مذمت قرار می‌گیرند و دیوارشان پوداختر از هر جریان خودمحور ناسازگار و بی‌ریشه‌ای است. به قول حافظ در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. این چنین از شاید با وجود از سرگذراندن طولانی ترین تبعیدهای تاریخ مدرن هنوز اندر خم یک کوچه ایم. دیگر مسئله آن که با وجود اینکه در اسناد دیدگاهی شورای مدیریت گذار نامی از سیستم فدرالیستی در ایران آینده نیامده است،
اما بخش قابل توجهی از خواستهای حقوقی، مدیریتی و فرهنگی ملیت‌ها و اقوام ایران در این داده‌ها در نظر گرفته شده. با وجود اینکه من و همکارانم در کارگروه تبعیض ملی باورمند به یک نظام فدرالی در ایران چند ملیتی هستیم، سیستمی که با رد تمرکزگرایی و با تقسیم قدرت متوازن بالانس همزیستی مسالمت آمیز را فراهم می‌کند، هم مانع تمرکز و هم مانع جدایی است. اما این عطف توجه شورای گذار به موارد تبعیض ملی در اسناد پایه‌ایش، به این عطف توجه باید دستمریزاد گفت، اقدامی که در فرهنگ سیاسی اپوزیسیون ایرانی در تبعید چندان آسان و قابل هضم نیست. زمینه همکاری من را ما با این نهاد این چنین مصوباتی فراهم کرده است، اقدامی که بازتاب تنوعات و تکثرات جامعه ایران را می‌نماید. امید است بتوانیم در آینده سبب جلب اعتماد و پشتیبانی وسیع‌تری از سیاست‌ها و پروژه‌های شورا از طرف گروه‌ها و فعالین و توسعه دامنه همکاری‌های بیشتری با شورای مدیریت گذار بشویم. سیستم عدم تمرکز حکومتی در ایران رنگارنگ امر نهادینی کردن دموکراسی را امکان پذیرتر می‌کند، رابطه دولت و مردم را به هم نزدیکتر و ثبات و امنیت را تا درجات زیادی تضمین می‌کند و امر دخالت در سرنوشت خود را به گونه‌ای برابر با همگان ممکن می‌کند. ایران دموکراتیک و سکولار آینده نمی‌تواند به این ستم‌ها بی‌توجه باشد، بلکه هر گونه دموکراتیزه کردن سیستم اداره امور و سیاست در ایران از راه تأمین حقوق ملیت‌ها و رفع تبعیض‌های گوناگون ملی، جنسیتی، دینی و عقیدتی و غیره است. کارگروه رفع تبعیض ملی در راستای زدودن این تفاوت‌ها کار می‌کند و نهایت تلاش‌های ما به عنوان فعالین شورای مدیریت گذار برای جامعه‌ای آزاد، دموکراتیک و سکولار است. به ما بپیوندید.